تامپا یک شهر ساحلی بزرگ واقع در ایالت فلوریدا با جمعیتی حدود 387,000 نفر و 190 محله سومین شهر پرجمعیت در ایالت فلوریدا قرار دارد. اینم بگم که نام گرانترین محله های تامپا رو به ترتیب در کپشن این ویدیو نوشتم. در تامپا افراد بیش از 95% نسبت به مکانهای دیگر آمریکا در رشته کامپیوتر و ریاضی کار میکنند. تعداد نسبتاً زیادی از مردم در تامپا دورکاری میکنند. به طور کلی حدود 13% از مردم در تامپا شغل خودشون از محل خانه انجام میدن. تامپا یکی از بزرگترین شهرهاییه که برای افراد جوان، مجرد، تحصیل کرده و در آغاز کار خود قرار دارن بسیار مناسبه. تامپا یک شهر با قومیت‌های متنوع و بیشترین تعداد ساکنان تامپا نژادشون سفید پوسته. تامپا همچنین جمعیت قابل توجهی اسپانیایی تبار داره. مردم اسپانیایی یا لاتین تبار 26% از جمعیت ساکنان این شهر رو تشکیل میده. اجداد مهم مردم تامپا عبارتند از آلمانی، ایرلندی، انگلیسی، ایتالیایی و لهستانی. تامپا شهری ساحلیه و مناطق ساحلی بازدید کنندگان و مردم محلی رو که برای لذت بردن از مناظر و فعالیت‌های مختلف ساحلی میان جذب میکنه. تامپا یکی از تحصیل کرده ترین مردم آمریکا رو داره. 41% از بزرگسالان در تامپا حداقل دارای یک مدرک لیسانسن. درآمد سرانه در تامپا در سال 2018 به میزان $40,000 بوده که نسبت به دیگر مناطق فلوریدا میزان درآمد متوسط و نسبت به بقیه مکانهای ایالات متحده ثروتمندند. این مبلغ معادل $163,000 در سال برای یک خانواده 4 نفره است. البته افراد بسیار فقیر و بسیار ثروتمند هم در این شهر پیدا میشن. متولدین خارج از کشور نیز بخش مهمی از شخصیت‌های فرهنگی شهر تامپا و 18% از جمعیت شهر رو تشکیل میدن. و اما رایج ترین زبانی که در تامپا صحبت میشه انگلیسیه و دیگر زبان‌های مهمی که در تامپا صحبت میشه اسپانیایی و فرانسویه.